درود و عرض ارادت خدمت همکاران عزیز من در ایران، افرادی که در لباس نظامی خدمت میکنن. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پیش رو تصمیم گرفتم که چند دقیقه رو با شما صحبت بکنم و بتونم شاید ذهن دوستان رو باز کنم به اینکه در زمانی که این حکومت نباشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و ما به چه چیزی فکر میکنیم. ببینید دوستان، کسانی که در لباس هستن، من اسم نمیبرم از چه ارگانی و از چه نهادی هستن، کسانی که در لباس نظامی هستن و دسترسی به وسایل نظامی دارن و طبیعتاً برای خانواده خودشون و آینده خودشون نگران هستن که آیا چه اتفاقی خواهد افتاد اگر که این حکومت نباشه. ببینید دوستان، اون چه که مسلم هستش، کسانی که در این راه به مردم کشور خودمون هیچ گونه تعرضی نکردن و شاکی نداشته باشن که در دادگاه ها بخواد اون چه را که عنوان میکنه با اسناد درست و محکمه پسند ثابت بکنه، هیچ کسی نمیتونه به شما تعرضی بکنه. در واقع اگر کسی شاکی داره، مثل یک انسان آزاد باید ازش شکایت بشه و اون شکایت باید ثبت بشه و الی آخر مراحل خودش رو طی کنه، حق داشتن وکیل و همه اینها. کسانی که هیچ کاری نکردن، کاری با مردم نداشتن، ولی خب در نهایت در یکی از این نهادها بودن، کار دیگه انجام دادن، اینها نباید از چیزی بترسن. به هر حال آینده ایران برای همه است و قرار نیستش که ما کسی رو جدا کنیم و بگیم این هست و اون نیست و این باید باشه و اون نباید باشه. یک فرقی باید بین امروز ایران و فردای ایران وجود داشته باشه. یک فرق بسیار بزرگش اون هم هستش که ما به دموکراسی و قانون دموکراسی باید احترام بگذاریم، حالا هرچند که برخلاف میل ما باشه، و این باید محکمه پسند و با ادله و با وجود اون چه که لازم هست. اون چه که لازم هست چیه؟ اجرای قانون و به قانون احترام بگذاریم. این رو باید بهش واقعا فکر بکنیم. دوستانی که در لباس هستید، در آینده ایران مطمئن باشید که جایگاهی خواهید داشت و از امروز زندگی شما 100% بهتر خواهد بود، چه برای شما و چه برای فرزندان شما، و مطمئناً شما هم در آینده ایران نقشی خواهید داشت. ما به عنوان کسانی که معترض هستیم به این حکومت قصد تفکیک کردن نداریم و این قصد ما نیستش که یک پارچه بکنیم ایران رو و همه باید به یک چیز قبول داشته باشن و یک چیز رو برای خودشون بکنن، در واقع یک بت. ما به این چیزها فکر نمی کنیم. همینطور که اقوام مختلف در ایران زندگی میکنن، همینطور هم تفکرهای متفاوتی با هم داریم. اما اون چه مسلم هستش، آینده ایران باید در صدر این لیست قرار بگیره و اون چه که مهم هستش که ایران ما آزاد باشه، برای تمام هموطنان ما با طرز فکری که هستن بتونن زندگی بکنن و مزاحمتی برای کسی ایجاد نشه، چه کسانی که مخالف بودن و چه کسانی که موافق بودن. این رو باید یاد بگیریم. در کنار همدیگه باید به این فکر بکنیم که ایران ما در حال نابودی هستش و برای حفظ این کشور و تمامیت ارزیش باید در کنار هم قرار بگیریم. من از همه شما خواهش میکنم که در لباسی که هستید، حداقل ترین کاری که میتونید بکنید این هستش که به طرف مردم بیایید و حداقل از این هستش که از مردم دفاع کنید و نیایید برای خنثی کردن این خروش و نیایید برای برهم زدن تفکرات واقع بینانه مردم ایران که فردای ایرانی را میخوان که احترام و آزادی برای همه باشه. هر کجا که هستید براتون آرزوی تندرستی میکنم. حرفای بنده را به یاد داشته باشید که هیچ کس به شما آزاری نخواهد رسوند مگر اینکه خود شما در حرکتی دست داشته باشید. به امید آزادی ایران، همیشه پاینده ایران و مردم ایران.